در موقع ولیعهدی من این مملکت شاید 8 الی 9 میلیون جمعیت بیشتر نداشت. امروز 35 میلیون جمعیت. 20 سال دیگه 60 الی 65 میلیون جمعیت خواهد داشت. امروز که می آمدم در این خیابان ها به قدری ما بچه دیدیم که این 10 سال دیگه وارد بازار کار میشه. این کار میخواد، این شغل میخواد، این نون میخواد. برای کار و شغلش ما نیروی محرکه برق میخواد. برق باید تولید کرد. درست موقعی که جمعیت مملکت ما به تقریبا حد اکثرش میرسه 65 میلیون، درست موقعی است که نفت ما تمام میشه. از حالا تا اون موقع ما باید تمام نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت میگذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنیم و برق اتمیک براشون درست میکنیم.